با سلام خدمت همه کاربران دانگل هوا. در این آموزش قصد داریم آموزش رید یا بکاپ گرفتن انویرم دستگاه رو براتون توضیح بدیم که رید داره، رایت داره و فرمت هم داره که این بکاپ همیشه نیازتونه و راحت میتونید استفاده کنید. خیلی راحت تو قسمت رید و رایت NVM رو انتخاب کنید و رید رو بزنید، فولدری که دوست دارید بکاپ بگیره رو انتخاب کنید و گوشی رو بهش تو حالت بوترام وصل کنید. بستگی به برندش روش های اتصال متفاوته. الان مثلا گوشی ما هواویه، ما با تست پوینت وصل کردیم. ببینید بکاپ میگیره، خودش ذخیره میکنه و مسیر رو میده و حتی خیلی قشنگ فولدر هم وا میکنه و بکاپتون رو بهتون میده که کجا گرفته شده. با تشکر.